بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم حضور بینندگان عزیز و بینندگان خوب برنامه دو فوریتی شبکه سوم سیما. توفیق داریم که در خدمت یکی از دوستان نماینده کشورمون باشیم در مجلس شورای اسلامی. نماینده 3 شهر کوچیک، هر 3 شهر یک نماینده دارن. نمیگیم کجاست برای اینکه به هر حال اون عدالت انتخاباتی رعایت بشه و خیلی از این دوستان یعنی وکلا که نمیتونن تشریف بیارن تو این برنامه ما حق اونها محفوظ باشه. به همین دلیل از دلمون مهمون گرامیمون میخوایم که خودشون رو معرفی نکنن. خیلی خوش اومدین، خودتون رو معرفی نکنین. بله خیلی متشکرم. بنده خودم رو معرفی نمی کنم. بنده دکتر جواد مجلسی هستم. خیلی خوب. تحصیلات در چه زمینی هستش و چه مدرکی دست دارید؟ والا من تقریبا دکتر هستم. تقریبا یعنی چی؟ بله من وقتمو سر تحصیلات و محصیلات و این چیزا تلف نکردم، اما مدرک اگه بخواین زیاد دارم. همه رقمش هست، دکتراش، مهندسیش. حالا شما چی میخواین؟ چسبون میخواین، کت‌شلواری میخواین، فاستانی میخواین، هر چیزی در خدمتتون. تو خونه زیاد میخوابید، استراحت میکنید؟ نه، من بیشتر به خاطر کارهای زیادی که دارم حقیقت نمیرسم تو خونه بخوابم، یعنی چون کارم خیلی زیاده نمیتونم تو خونه بخوابم. تو مجلس میخوابم که دیگه تو خونه سرحال باشم، بتونم با بچه‌ها آتاری و سگا و دیگه نینتندو و این چیزا بازی کنم. میگن یه کاناپه‌ای توی اون راهرو مجلس هست، یکی از این نماینده‌ها کفششو در میاره، کتشو در میاره، میذاره کنار، 2 ساعت خورا رو میرسه اینور، پفارم میرسه اینور. بله این همون رسالت نماینده های مجلسه. این فقط برای دفاع از حقوق مردمه. مگه یه نماینده مجلس نمیتونه مثل بقیه خور و پفا همینطوری قاطی در هم بده بیرون؟ اما نماینده سوگند شرافت مجلس رو خورده، خورا رو میده یه ور، پفا رو میده یه ور، میگه خورا اینم پفا. یه دوربین مخفی داریم ببینیم. ویژگی یه نماینده اسلح چیه؟ والا ویژگی اصلی نماینده اسلح اعتقاد قلبی، عروقی و معده‌ای به ولایت فقیه. کار نماینده اینه که بتونه حق رو بگیره. حق یعنی حق مقام عظمای ولایت رو از حلقوم مردم بکشه بیرون. حالا این وسط یه تیکه حقم هیچ منشه خودش هم برسه هیچ مانعی نداره. جان من این کمرم می‌خوردم. این حوزه انتخابی شما، باز بگم حوزه انتخابی شما، علت داره میگم حوزه انتخابی شما. این حوزه انتخابیه گاز نداره، کوهستانیه. برای گاز کشی در اونجا چه؟ بله این پروژه‌ای که من خودم سالهای سال در رابطه با اون تأخیر کردم، یه سری از متخصصین رو هم از مرکز آوردیم که از همین فردا کارشون رو استارت میزنن. هر کس بخواد میتونه ثبت نام کنه، درخواست بده که بچه‌ها یه گازی ازش بگیرن یا که بدنش دم گاز. من قرار دیده نشم. یه بیت شعر بفرمایید. میگه که چرا عاقل کند کاری که باز آید به کنعان، اندک اندک جمع مستان قطره قطره خود به خود گوید خودم کردم که لعنت بر خودم بادا بادا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا 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 مبارک. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. فعل بداهه وقتی از آدم سوال میکنن خیلی خوبه. چند تا کلمه من عرض می‌کنم خدمتتون، به اندازه همون کلمه شما پاسخ بدید. بله. رئیس مجلس، مسئول بیدار کردن نماینده های مجلس، حوزه انتخابیه، یک دکون دو نبش نماینده ها. دست شما درد نکنه. سخن پایانی اگه دارید. ما چون ما اجازه میخوایم از شما بگیریم که کمتر شما رو نشون بدیم بنا به دلایلی که ایام انتخابات ممکنه پخش بشه، یعنی که حق دیگر نماینده مجلس ضایع نشه. این اجازه رو داریم که کمتر نشون بدیم و در صورت لزوم صداتون رو قدر تغییر بدیم. صدامو تغییر بدیم؟ دوستان صدای چی؟ حیوان نذارید. ولی نه عالیه. اگه بتونین این دوبلر آلندلون هست بفرستی جام حرف بزنه، هم بیشتر به هم رأی میدن، فکر می‌کنن صدا منه دیگه، هم
برنامه‌تون پرفروش میشه. به من رای بدین مادر، خواهش میکنم به من رای. سپاسگزار از شما بینندگان عزیز که بیننده برنامه خودتون دوفوریتی بودین و انشالله در زندگی گرفتار هیچ دوفوریتی نشیم. متشکرم. خداحافظ. شما به اتفاق مهمان عزیز برنامه. خیلی لطفاً.